بزن بریم. حاجم خالی بوده این سرسره آبی. خیلی باحال بود. برم یه بار دیگه امتحان کنم. خیلی هم عالی. فرانکلین دمت گرم، خیلی باحاله. برم یه بار دیگه امتحان کنم، خیلی داره بهم خوش میگذره. کجا داریم ریتره؟ بر نوبت منه این دفعه. برو حالا فعلا من یه بار دیگه برم، خیلی داره بهم خوش میگذره. باکه بریم که ریز نمیخورم. دارم ریز میخورم، خیلی داره بهم. مایکل نوبت توه، بیا سری برو تو ترور نیومده. باشه فرانکلین، خیلی هیجان دارم. دارم ریز میخورم. چقدر باحال فرانکلین، خیلی باحال بود فرانکلین. دوباره میخوام امتحانش کنم. فرانکلین نوبت منه. جا خودت بیا فرانکلین، امتحان کن، خیلی باحاله. نه ترور، دیگه نوبتات تموم شد. اگه بازم بخوای از این سرسرای آبی استفاده کنی باید دوباره بهم پول بدی. فرانکلین پول ندارم که، همه پولامو دادم بهت. یه بار که ببینم. فرانکلین خودت هم می‌داختم تو سرسره. که چقدر باحال فرانکلین پارچه آبی که ساختی. کاش خیلی زودتر این کارو می‌کردی، خیلی بهم حال داد. فرانکلین دمت گرم، به من امروز خیلی خوش گذشت. آره فرانکلین، ترور راست میگه، به منم همینطور. میگم راستی فرانکلین، چرا بقیه افراد شهر نمیاری که از این سرسره آبی استفاده کنن؟ اینجوری میتونی پول بیشتری هم در بیاری. آره مایکل، خودم هم به این فکر کرده بودم اتفاقا، ولی خب اینجا یکم کوچیکه دیگه. فرانکلین چطوره به جای خونت یه جای بزرگتر بسازی و اولین پارک آبی شهر لس سانتوس اونجا افتتاح کنی؟ اینجوری تازه میتونی کلی هم پول به جیب بزنی. آره مایکل، فکر بدی هم نیست. شهرمون هم که پارک آبی نداره، اینجوری همه مردم میان اونجا، اینجوری میتونم کلی پول به دست بیارم. فرانکلین حواست کجاست؟ به چی داری فکر میکنی؟ بچه‌ها من یه فکری کردم، میخوام اولین و بزرگترین پارک آبی شهر رو بسازم. کجا داری میری فرانکلین؟ این کار خیلی سخته. نه ترور، من تصمیممو گرفتم. میخوام یه پارک آبی خیلی بزرگ بسازم که همه مردم شهر اونجا بتونن بیان. زود باشید دنبالم بیاین، با همکاری همدیگه میتونیم موفق باشیم. بچه‌ها شما هم اگه میخواید توی این راه به من کمک کنید حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید. خب فرانکلین، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اولین کار توی هر تصمیم مهمی برنامه‌ریزیه. به خاطر همینم اول باید بریم پیش لسته تا همه کارهای لازم برای احداث پارک آبی بزرگ رو بهمون بگه. پس بچه‌ها پیش به سوی خونه لسته. فرانکلین، همه کارهایی که برای ساختن پارک آبی رو باید انجام بدین و اینجا نوشتم و الان یکی بهتون میگم. اولین کار اینه که شما یه سرسره خیلی بزرگ باید سفارش بدید که براتون بیارن، چون همچین چیزی تو شهر خودمون اصلا پیدا نمیشه. دومیش هم ساخت یه سقف‌کوی بلند و یه استخر خیلی بزرگه. سومین کارم یه تبلیغات خیلی گسترده است که توی تلویزیون و رادیو و حتی بیلبوردهای سطح شهر اون پارک آبی رو حسابی تبلیغ کنید تا همه مردم شهر بفهمن یه همچین چیزی هست. خب این عالیه لسته، تونستی همه کارهایی که باید انجام بدیم و بهمون یکی توضیح بدی. اما خب یه مشکلی خیلی بزرگی وجود داره. چه مشکلی فرانکلین؟ همه مراحل بعد یکی توضیح دادم دیگه. نه لستر، مشکل ما اینه که برای انجام هر کدوم از این مرحله‌هایی که گفتی احتیاج به پول خیلی زیادی داریم و باید بهت بگم که متاسفانه ما همچین پولی نداریم. فرانکلین راست میگه. خب ما این همه پول نداریم، حالا باید چیکار کنیم راسته؟ اشکالی نداره که الانم یه نقشه خفن سرقت براتون میکشم که بتونید کلی پول به دست بیارید. اون وقت دیگه میتونید کار ساخت بزرگترین پارک آبی شهر رو شروع کنید. آره لستر، حالا شد. پس یه نقشه سرقتی برامون بکش که پول خیلی زیادی توش باشه. باشه فرانکلین، پس خوب گوش کنید. کار شما اینه که نفسم گرفت فقط گفتم. خب متوجه شدید؟ آره لستر دمت گرم. بچه‌ها دنبالم بیاین. باید بریم کارهای سرقت رو انجام بدیم. قراره بریم بزرگترین جواهر فروشی شهر رو سرقت کنیم. پس باید برای این کار خودمون رو آماده کنیم. یکم کار سختیه بچه‌ها، ولی خب پول خیلی زیادی توشه که میتونیم برای ساخت پارک آبی ازش استفاده کنیم. فرانکلین آخ تو سرقت ما عاشق سرقت‌ها. آره مایکل، صدا تو دارم. الان دقیقاً بالای جواهر فروشی ام. خوبه، برو نزدیک سیستم تحلیلی مرکزی و چند تا گاز بیهوش کننده اطرافشون بنداز. دقیقاً طبق نقشه‌ای که کشیدی. بله داشتم بهتون میگفتم این مدلی که از داری پیشنهاد میکنید جدیدترین کارمون هست. خب دیگه بچه‌ها همشون بیهوش
شدن. حالا دیگه وقتشه. دنبالم بیان. زود باشید کارتون رو شروع کنید. 90 seconds. Hey, we got more than enough time to clean these. Oh, let's go. وای چقدر پلیس. ترور صدامو داری؟ ترور جلوتر یه دونه تونله. برو توی تونل. مایکل صدای منو داری؟ ببین تونل داره تموم میشه. تو باید قسمت دوم نقشه رو اجرا کنی. برای این کار آماده ای مایکل؟ برید به جهنم پلیس یاشقا. بچه صدای منو دارید؟ فعلا زدم پلیسا رو ناکار کردم. الان در کامیون رو باز میکنم برید داخله. اینجوری دیگه گمتون میکنم. زود باشید برید بالا. خب بچه‌ها بهتون تبریک میگم، تونستیم مأموریت رو با موفقیت انجام بدیم و کلی پول به جیب بزنیم. آره فرانکلین، اینجا قراره پارک آبی رو تأسیس کنی؟ آره مایکل، این زمین رو اینجا خریدم، با چند تا مهندس ساختمونی هم قرارداد بستم که اینجا رو برامون بسازن. بچه‌ها این مهندسه است، اینا هم یه سری کارگراشن که قرار این کارو برامون انجام بدن. سلام آقای فرانکلین کلینتون، امروز قراره استارت کارو بزنیم و کارهای حفاری رو شروع کنیم. خیلی خوبه مهندس. بعد حدوداً چند روز طول میکشه؟ خیلی پروژه بزرگی آقای فرانکلین، ولی من و همکارام بهتون قول میدیم که تا چند ماه آینده کار ساختش تموم بشه. فقط میمونه نصب سرسره‌ها که اونم باید بعداً برامون بیاریم. باشه مهندس، اتفاقا سفارش دادیم، قراره چند هفته آینده برامون ارسال بشه. با یه کشتی خیلی بزرگ قراره از یه شهر دیگه برامون بیارندش. خیلی عالیه، پس ما تو کارهای ساخت انجام میدیم، شما هم سرسره آبی رو تحویل بگیرید و برامون بیارید. شما اینجا براتون نصبش می‌کنیم. باشه حالا ما فعلا میریم بقیه کارا رو انجام بدیم. ترور مایکل دنبالم بیان. خب بچه‌ها سرسره آبیایی که سفارش داده بودیم امروز زنگ زدن گفتن رسیده. منم الان با ترور و مایکل قرار بریم تحویلشون بگیریم. و برای اینکه بچه‌ها این سرسره‌ها اندازه فوق‌العاده بزرگی دارن، به قسمت‌های خیلی کوچیکی تقسیمش کردن که حمل و نقلش راحت بشه و بتونن با کشتی راحت جابجاش کنن، که یعنی شامل چندین هزار تیکه کوچیکه، چون بچه‌ها این سرسره‌ها واقعا بزرگن و تازه کلی قطعات دیگه هم دارن که بچه‌ها ما همشو سفارش دادیم و الان هم رسیده با کشتی به اسکله. او بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید چقدر زیاده. خودم حتی فکر نمی‌کردم انقدر زیاد باشن. چندین کانتینره که کلی قطعه داخلشه. هر کدوم از این کانتینرهای بزرگ بچه‌ها یه سری وسایل سرسره آبی داخلشونه که الان میبریمشون اونجایی که قراره پارک آبی تأسیس بشه، نصبشون می‌کنیم. پس بزن بریم. فرانکلین خیلی آبی پرودی موقع به جای گیر نکنه. نه ماکل، حواسم هست بچه‌ها، خیلی اندازش بزرگه، باید مراقب باشیم که یه موقع به جایی نخوره. خب فرانکلین حالا که دیگه داره کار ساخت پارک آبی تموم میشه نوبت تبلیغاته. آره لستر، فکر کنم کمتر از یک هفته دیگه بزرگترین پارک آبی شهر افتتاح بشه و کار اطلاع رسانی و تبلیغاتش هم به عهده تو میسپارم. باشه فرانکلین خیالت راحت. من توی تلویزیون و رادیو چند تا پیام بازرگانی سفارش میدم، برای بیلبوردهای شهرم تبلیغ پارک آبی تو میدم که بذارم. اینجوری همه مردم میبینند و تو روز افتتاحیه کلی آدم میاد اینجا. دمت گرم لستر، پس همه این کارو با تو دیگه، من رفتم فعلا. باشه فرانکلین خیالت راحت بشه. خب بچه‌ها بالاخره بعد از چندین ماه پارک آبی فرانکلین آماده شد و امروز افتتاحیه‌شه. خیلی بچه‌ها طول کشید، مجبور شدیم به خاطرش سرقت خیلی بزرگم انجام بدیم تا پولش رو تامین کنیم و از اون طرف هم مراحل ساختش خیلی زمان برد، ولی الان دیگه آماده است و میتونیم بریم از نزدیک ببینیمش و افتتاحش کنیم. پس بدون معطلی بزن بریم. بچه‌ها دیدید چقدر خفن شده؟ تازه الان می‌خوایم بریم از نزدیک امتحانش هم بکنیم. بچه‌ها دو مدل سرسره هم داره، یه دونش مستقیمه، یه دونش هم مارپیچه. الان میریم بالا هر دوشو بچه‌ها امتحان می‌کنیم، ولی قبل از اینکه بچه‌ها بریم بالا ازتون می‌خوام همین الان از 1 تا 10 به این پارک آبی که فرانکلین درست کرده نمره بدید. اوه بچه‌ها چقدر پله داره، فکر کنم الان 10 دقیقه‌ای میشه دارم پله‌ها رو میام بالا. اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، هنوز هیچی نشده، چه صفی کشیدن. چون بچه‌ها این اولین پارک لوس سانتوسه، مردم خیلی ازش استقبال کردن. اوه اینجا رو نگاه کنید چقدر پول. سلام فرانکلین،
فرانکلین تبلیغات جواب داد و کلی مشتری داریم. آره فرانکلین وقت می‌کنی پول بگیری. ببین چقدر پول جمع کردیم. آقا پس چی شد؟ نوبت ما نشد؟ ما خیلی هیجان داریم، می‌خوایم بریم اولین پارک آبی شهر رو امتحان کنیم. نه آقا یک کم دیگه باید منتظر باشیم. من فعلا می‌خوام این ترور رو بردارم. می‌خوایم بریم با ترور اولی تست رو انجام بدیم. ترور آماده ای یا نه؟ ترور همینجوری داره سر می‌خوره میره پایین. برو ترور، منم دارم میام. برو بری. داره سرم گیج میره. بالاخره رسیدیم پایین. فقط نمیدونم چرا ترور نیومد. خب بچه‌ها نوبتی هم باشه دیگه، نوبت مایکله. مایکل بیا بریم کارت دارم. فرانکلین این چه کاری می‌کنی؟ آدم میاد بزنم زمین. چقدر حرف می‌زنی مایکل؟ خوردیم زمین. مایکل آماده ای؟ برو بریم. فرانکلین چیکار داری می‌کنی؟ ما داغونم کردی. بچه‌ها بالاخره یکی هم تموم شد. این یکم چون پیچ و تاب داشت بیشتر طول کشید. اما بچه‌ها من یه فکر خیلی باحالی به سرم زده. این بار می‌خوام یه جور دیگه بیام پایین. بچه‌ها این دفعه با جت اسکی اومدم به همراه آقای ترور. فرانکلین حواست جمع کنه نکشیم. نه حواسم از ترور. الان می‌خوایم پرواز کنیم. بزن بریم. بچه‌ها نیافتیم. خب حالا بچه‌ها جت اسکی با این یکی مارپیچه فکر کنم چالش بیشتری داشته باشه، چون یکم پیچ و مارپیچ زیاد. بچه‌ها مواظب باشید فقط نیافتیم از توش پایین. فرانکلین من دارم میافتم. خب اینم از این بچه‌ها. این دومی بیشتر حال داد. تو کامنت بچه‌ها بهم بگید شما کدومش رو انتخاب می‌کردید، مستقیما رو یا اون مارپیچه رو. به پارک آبی درست کردم برام، خیلی دارم کیف می‌کنیم. به خیلی خوبه. وای مامانم اینجا. کاش دوستم با خودم میاد. خیلی دارم کیف می‌کنم. فقط اگه زرد مغزی نشم شانسم بودم. رفتم دوچرخه جیمی رو آوردم، میخوام با این برم پایین. از یکم سرعتمو بیشتر کنم، چون هرچی سرعتم بیشتر باشه میتونم پرش بیشتری بزنم. عجب پرشی زدم. خیلی حال داد. بچه‌ها هوا دیگه داره تقریبا تاریک میشه ولی خیلی داره بهمون خوش میگذره. الان اومدیم با ترور میخوام یه کار خیلی سمی و خنده‌داری انجام بدیم. الان خودتون میبینید یه نیسان برداشتیم و اومدیم این بالا میخوام یه کار خیلی خفنی انجام بدیم. قراره خیلی باحال بشه. فقط بچه‌ها امیدوارم نمیرن. زدیم بهشون. بچه‌ها خودمون هم داریم میاد. یه سریاشون نیافتادم، میخوام دوباره امتحان کنیم. دارم میام. بگیرید که اومد. مشکل داریم. بچه‌ها یه بار دیگه بریم این 2 نفری هم که موندن بندازیم پایین که اینجا پارک آبی فرانکلینه. باید همه بیافتن تو آب. حتی خودم هم الان میام پیشتون. داش حساب میخواد شیرجه بزنه. برید که ببینم. خدا بس دیگه. از اونجایی که تو پارک آبی فرانکلین همه باید برن تو آب شنا بکنن، باید اینا رو بندازیم تو آب. بیا اینجا ببینم. باید بری تو آب. پول دادی باید بری اینجا شنا کنی. الکی نمی‌خواد اینجا وایسی نگاه کنی. حالا نوبت توئه. بیا اینجا ببینم. اینم از تو. بپر تو آب. تو یکی به جلو ببینم. چقدر لاغری داری میمیری. برو یه چیزی بخور چاق شی. بروی چشم. بچه‌ها زنگ زدم لستر و سیمیون و بقیه بچه‌ها، لامار و بقیه بچه‌ها دارن میان تا اونو بیان یکم این مایکل رو اذیتش کنیم. خب بچه‌ها اینم بود ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو رو اصلا فراموش نکنید که بزرگترین حمایت شما از منه. و اگه ایده‌ای دارید که توی پارک آبیمون انجام بدیم توی کامنت‌ها برام بنویسید. دوستتون دارم خیلی خیلی زیاد. ویدیوی بعدی می‌بینمتون.